واقعا محترم جماعت، موت این سنت حیات دنیا هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دعوت به این دین مقدس اسلام میکردن 1433 سال پیش از این جانب مردم مکه گفتند که اگر محمد مرد دینش همراهی خودش دیگر نیست و نابود می شود. محمد می مرد، فرزند ندارد، پسر ندارد، پسرهاش وفات کردگی هست، دیگر برنده دینی او دیگر نیست و این هم می مرد. گفته همین خیلی پس زنی کردن. الله تعالی گفت که و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ای پیغمبر ما یگان انسانیتی که پیش از تو در این دنیا زندگی کرد برای آنها ابدیت زیستن را نصیب نکردیم. برای فرزندان آدم الله تعالی این حیات دنیا را امانت داده است، علل خصوص به امت پیغمبر که بین 60 و 70 است. این امانت است، مدتی کوتاه میگذرد و میرود. همه این دنیا محترم جماعت اگر یک به حیات خود همه نظر کند، اکثریت آن پر از مشقت و مهنت و مشقت های غم و غصه های دنیا هست، تا اینکه همه دانند که راحت و لذت حقیقی در نزد پروردگار در جنت پروردگار است. در سوره تبارک خلقکم لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا گفت که من شما را آفریدم تا اینکه امتحان کنم که کدام شما در دنیا عملی صالح میکنم. یکی از مقصدهای اشتراکی ما به جنازه این عبرت گرفتن است. عبرت گرفتن که روز می شود که ما نیز برای این تابوت گذاشته می شویم. حضرت عمر می گفتند که هر روز در بین مردم آوازه می شود که امروز فلانی گذشت است گفته. حضرت عمر گفتند که روز می شود که در بین مردم آوازه می شود که عمر از دنیا گذشت است گفته. همون روزهای هم شد و همین روزهای هم می شود که ما و شما نیز آوازه می شویم که از دنیا گذشت است گفته. بنابراین باید تیاری خود بینیم و عبرت از جنازه گیریم. زیرا بعضی علما میگن که جنازه حقیقتی به دروغ مانند است. میگن حقیقت است، یار و نزدیکان خود چقدر نزدیکان خود برده دفن کردیم، حقیقت است، لیکن به دروغ مانند است. به دروغ مانندش همین که عبرت نگرفتیم، نماز نخواندیم، به سوی خدا توبه نکردیم. الله تعالی برای ما از تمام نعمت ها داد و آتاکم من کل ما سألتموه، از هر یک نعمتی که الله تعالی برای شما نعمت های داد، اگر نعمت های پروردگار رو میشمارم گوید شماریده نمیتوانید. زیرا یک نفس اکسیژن کشیدن و برآوردن خودش دو شکر واجب میگرداند. بنابراین دیگر مقصد اشتراک به جنازه، مقصد شریعت که ما رو امر کرد که به جنازه اشتراک کنیم، حق برادری ادا کردن.